ببین، اگر تو هم باران تصمیم گرفتی که ورزش را شروع کنی، زبان یاد بگیری یا روی خودت تمرکز کنی، اما بعد از چند روز رها کردی، مطمئنم داشتی با دشمن اشتباهی می‌جنگیدی. خیلی از آدم‌ها میگویند که مشکل از تنبلی است. بعضی هم میگویند که ارادای ضعیفی داری و بعضی هم دنبال یک انگیزه جدید هستند. من هم سالا این فکر را می‌کردم. دفتر جدید می‌خریدم، برنامه جدید می‌نوشتم و می‌گفتم از چند شروع می‌کنم. ولی بعد از چند روز برای همانجا بودم. و یادم است یک جمله را همیشه با خود تکرار می‌کردم. این بار هم نتوانستم ادامه بدهم و باید از هفته بعد شروع کنم. روز این سوال را از خود پرسیدم: اگر واقعا مشکل من تنبلی است، پس چرا میتوانم ساعتها ویدیو درباره توسعه فردی ببینم، مطالعه کنم، درباره تغییر زندگی تحقیق کنم، ولی وقت نوبت به عمل میرسد بیشتر از چند دقیقه دوام نمیافتم. این سوال همه چیز را در ذهنم عوض کرد و شروع کردم رفتارم را زیر نظر گرفتن، نه هدف یا برنامه‌های خود را، بلکه رفتاری که ناخودآگاه هر روز تکرار میکردم. همانجا فهمیدم تقریبا همه روز را با یک چرخه میگذرانم. وقتی صبح از خواب بیدار میشدم، وقتی بدن هنوز خسته است، موبایلم کنار تخت است، میگرفتم که ساعت را ببینم و قبل از خاموش کردن نوتیفیکیشن توجه من را جمع کنم. یک لایک، یک کامنت، یک ریلزی. بعد رویش میزدم تا ببینم. بعد یکی دیگر. فقط سفر را بالا میکشیدم. وقتی با خودم میآمدم میدیدم که 2 ساعت گذشته است. واقعاً در آن لحظه از خود ناراحت بودم. آن 2 ساعتی که از دست می‌رفت. ولی بعداً فهمیدم این چرخ زمان نیست که از من میگیره، بلکه یک چیزی هم دارد در ذهنم ساخته میشه. و این تازه اول ماجرا. اولش فکر کردم مشکل فقط اما 2 ساعت است. ولی بعداً فهمیدم مشکل ساعت نیست، چون بعدش هیچ کاری مثل قبل پیش نمیره. وقتی کتاب رو باز میکنی و مطالعه کنی، حواست پرت میشه. وقتی میخوای روی خودت تمرکز کنی، ذهنت مدام دنبال یک چیز دیگری بود و حواست پرت میشه. دنبال علت این بودم و علت اصلی این را پیدا کردم. مغز ما با یک ماده به اسم دوپامین کار میکند. جالبیش این است که دوپامین هورمون لذت نیست. بیشتر باعث میشه دنبال پاداش بریم. هر ویدیوی کوتاه، هر ریلز یک موج از این پاداش میسازد. ذهنم یک قانون دارد: هر چیز که بالا می رود دوباره پایین بیاید. خاطر همین است که بعد از آن همه ویدیو یک افت موقت اتفاق می‌افتد، همان لحظه که دیگر حوصله هیچ کاری را نداریم. اگر این فقط برای یک روز باشد، چیز خاصی نیست. مشکل از جای شروع می شود. چرخه هر روز در حال تکرار است و مغز هم داره بس پاداش سریع عادت. چون بدن دیگر مهارت‌های مثل درس خواندن، مطالعه کردن یا یک زبان یا گرفتن یک مهارت برایش جالب نیست. نه چون اینها مهارت‌های بی‌ارزش هستند، چون مغز به چیز دیگر عادت کرده است. و بعد از آن فهمیدم من هر روز داشتم مغزم را تمرین میدادم از کارهای سخت فرار کنم. همانجا این سوال را پرسیدم، شایدم مهمترین سوال: اگر من هر روز مغزم را برای رها کردن کارهای سخت تمرین بدهم، 5 سال بعد کجا خواهم بود؟ همانجا فهمیدم بزرگترین چیزی که این چرخ از من میگیرد وقت نیست، اعتماد به نفس هم نیست، بلکه آینده است. آینده که سالها منتظرش بودیم، آینده که سالها براش روی پردازی کردیم. اما میدونیم که هیچ کس یک شبه از به هدفش نمیرسه و هیچ کس هم یک شبه از هدفش دور نمیشه. همه چیز آهسته اتفاق میفته. روز میگیم چند دقیقه، فردا میشه چند ساعت و بعد چند روز و چند هفته. هر روز به اطرافت نگاه میکنی، دوستی کنار بود از تو جلوتر رفته. کسی که تازه شروع کرده بود یک مهارت یاد گرفته، تو هنوز شروع نکردی. خب راه حل چیست؟ راه حل هم میدانیم برای هر چیز یک برعکس وجود دارد. اگر یک چرخه میتواند ما را هر روز چند قدم از اهداف ما دور کند، یک چرخه دیگر هم میتواند هر روز ما را چند قدم به اهداف ما نزدیکتر کند. وقتی این رو فهمیدم، تصمیم دیگر گرفتم. چون قبلا وقتی میخواستم این عادت را ترک کنم، فقط یک کار میکردم، بیشتر تلاش میکردم. با خودم میگفتم اراده داشته باش، مقاومت سمت موبایل نرو. ولی بیشتر از چند روز دوام نمیافتم، چون داشتم نتیجه میچشیدم. نه با علت، نه تا چرخه‌ای بود که هر روز داشت
سیستم بهتری داشته باشیم. چون دیگر لازم نباشد بجنگم. همه چیز از شب قبل شروع شد. موبایل را در اتاق دیگر گذاشتم. کارهای مهم روز را فردا راه نوشتم. وقتی از خواب بیدار شدم، نماز خواندم و از روتین صبحی خود را آغاز کردم. و بعد از روتین عجله رفتم به طرف یا سمت کارهای مهم و کارهای مهم را انجام دادم. این کارهای ساده کم کم همه چیز را عوض کرد. شبها با حس بهتر میخوابیدم و صبحها راحت‌تر بیدار میشدم. یک عادت کوچک که میتواند سالها ما را از اهداف ما دور کند، یک عادت کوچک دیگر هم میتواند سالها ما را با اهداف ما نزدیکتر کند. آینده ما با تصمیم‌های بزرگ ساخته نمیشه، بلکه با کارهای کوچک که هر روز تکرارشان میکنیم ساخته میشه.